انعکاس جریان خبرهای روز از تلویزیون جهان نما. در استودیو با خبرها محمد موسی ادریس. 3 سپتامبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 3 سپتامبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس نخست گزارش وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده درباره برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری و سیتروس پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 شنیده شد. تأکید گردید که مقصد و وظیفه‌های اساسی برنامه ادامه دادن رشد ساحه باغ و تاکپروری و تامین اهالی با محصولات غذایی، دسترسی کارخانه‌های کارکرد به اشیاء خام، افزایش اقتدار صادراتی، کاهش دادن وابستگی بازار استعمالی از محصولات وارداتی، تأسیس دادن جایهای نو کاری، وسعت اقتصاد سبز، حل مشکلات اکولوژی، کم کردن پرتوهای گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر و پیشگیری از گرمشوی اقلیم می باشد. پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان با وزارت و اداره‌های داخلدار و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برای اجرای سریع و پرثمر برنامه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. سپس درباره برگزاری کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان در سال 2028 گزارش وزیر کارهای خارجه سراج الدین محی‌الدین شنیده شد. سرور دولت محترم امومالی رحمان دستور دادند که در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برگزاری کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در جمهوری تاجیکستان در سال 2028 از حساب شخصان مسئول حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و وزارت و اداره‌های داخلدار کمیته تدارکات باید به برگزاری این همایش سطح بلند تأسیس داده شود. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان سپارش دادند که کمیته تدارکات یکجا با ساختارهای داخلدار سازمان ملل متحد نقشه چاره‌بینی‌ها اوید به برگزاری کنفرانس را در مهلت 1 ماه تهیه و تصدیق نموده و حکومت جمهوری تاجیکستان حسابات منظور نماید. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییرات به قانون جمهوری تاجیکستان درباره سابقه‌داران محاکمه و برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. در ادامه کاری مجلس لایحه‌های نقشه عمل سالهای 2024-2026 استراتژی رشد حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040، برنامه دولتی رشد صنعت تئاتری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029، لایحه رقمی کنانی روندها در دیدبانگاه‌های گمرکی و اپراتور سیستموی در نظام انرژتیکی جمهوری تاجیکستان بررسی گردیده وابسته به آنها قرارهای داخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد. همچنین اوید به نشان دهنده‌های دورنمای رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان در سال 2026 و پارامترهای اساسی آن برای سالهای 2027-2028 گزارش وزیر رشد اقتصاد و سودا زوقی زاده شنیده شد. پرزیدنت کشور محترم امومالی رحمان با وزارت رشد اقتصاد و سودا دستور دادند که در اساس فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان یکجا با وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع کشور، اینچنین کارخانه‌های، مؤسسه‌ها و تشکیلات‌های دیگر ناوابسته از شکل مالکیتشان دورنمای رشد اجتماعی و اقتصادی جمهوری در سال 2026 و پارامترهای اساسی آن برای سالهای 2027-2028 را تهیه نماید. سپارش داده شد که لایحه دورنما تا 1 ایون سال 2025 برای بررسی به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شود. در فراورد مجلس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در نزد اعضای حکومت کشور و دیگر ساختارهای دولتی برای اجرای سریع دستورهای مجلس نوبتی و سپارش‌های قبلی وظیفه‌های مشخص گذاشتند. از جمله پیشوای ملت توجه مسئولین را به جانا کردن کار مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی، رواج دادن کسب آموزی و زبان آموزی
бахусус барои калонсолон ва рушди ҳунармандӣ ҷалб намуданд. Сарвари давлат ба ҳукумати кишвар ва дигар муассисаҳо инчунин дуер ба ташкили сатҳи баланди зимистонгузаронӣ, захираи кофии маводи озуқа ва сӯзишворӣ барои тамоми соҳаҳо, воситати корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз дастуру супоришҳо доданд.